خانم بله آور خانم بله آور چراغ ستاره یا مفتی ید الغه ممنم ازاره یا وا خیر کنینگه ادامه بی خانم بله آور خانم بله آور چراغ ستاره یا مفتی ید الغه ممنم ازاره یا او خیر کنی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه بیننده های عزیز خوب و نازنین. امید که همیشه جور و صحتمند و سر حال باشید. دوستای عزیز و نازنین، امور رقم که در ویدیو میبینید امروز که است از چهارشنبه دیگه تقسیم از مو قماقیا که است در میگی کوتل سیدو برده تقسیمی تعمیر سرک دیگه نه برادرام کم کم همده ماندی سام رفت که دوباره نیرو بیره برسنه را دوره روزه دیگه نمیره خبر ندارم که تا کجا ره نمی سرک ریم کجی کوری زیر پر کنی ری پیش خانی سید مسلم دیگه یا خود خیلی راه دیگه 660 چیز بگید 660 متر آه مربع عجب عجب اولادي تقبل خلاص بیشتر اولم زی موسیفیدا مصاحبه بگیریم چطور هستن. سلام علیکم و رحمت الله. لاله خوبی جوری جان تو جوره سلامت اوقات خوشه جامان جور قدر روزه چطوری خوب شکری الحمدلله خو خدا رو شکر خدا رو شکر سر کار گیدم دین دیگه کار کدوم دیگه تا این کار کنی برادر دیگه خب بسیار عالی موفق باشین دیگه. خب روزه خومنده نشدین نه نه خب هیچ گپ نه روزه بیرته آته نیم چطوره گود نه همینجا لول بیده گود نه شیر جان جوره گو غزل لول بیدی شکر جان جوره الحمدلله خیرت الحمدلله شکر خدا رو شکر سلامت باش چطوری قزیمیستو والله شکر میگذره خب شکر خب خلای دیده و ندیده ما باید ندیده و خیلی کارشیده من او خیر کنی انگه یعنی بیت غزل اگه نباش سرک هم کار نموشه ادامه بید یک دوی دیگر هم خب دیگه هم مهربانین یا کم دام فرست کم خب سه مامای تو چطوری جوری بخیری جان جور صحت خوب بخیره الحمدلله شکر فضل خدا را اول صبح فعلا تازه نفس بخینیم اره نه با امید خدا که تا آخر چیز رم تازه چیز است روزه امزو گفتم نه روزه موزه خدا جان جوری بیده روزه موزه یه چیز نیه خب خب ره فقط ایمان کر مقام بگیرید اره با امید خدا خوب روزه گوشنا مشنا آدم نمیشه نه گوشنا نه توشنا خوی پیش که از مو دقیق معلوم است تا کجا رسه ام سر کوتل والله میاتلی ما یک دفعه هم دیگه کار کردیم ما پشت خانه اجا اردم که دوستانی یک روز کار کردیم خب صبح اسواج بود که نه پیش شده این نیست بند موتور خب موتور شیست مورا وردیم از این تا کجا رسه اونجا یک خرابی هم کرد خب اینم دیگه تو تامو پول دکی خانه سه جوړه اوه خب بسیار عالی موفق باشین دیگه بیشت کم کم کار کنی نیروی جدید آمد پیش بیاین اینج میمادی
دار کدیلی یک دونه گاډی شو کن دیگه می خوب فکره بس شنو بگه درآمد سر کار او میگه سرش اونو قسمت که خیلی صاف حاجت در کار نداره دیگه اولا میمونه لایه این کار کنی خرابتر نشنه بیشت کارشناسا باید فهمیدین؟ یه نی قسمت اگه کار کنی قدر لایه میشه خوب جرم است نه آو باشه نه السيلو بیشت کارشناسا باید چیز میگه اینجا قسمت خلایه یا برادرای شخیل هم اومد ها برادرها خوب اینجا جامان جمجار شما پیششیم دک جا برزده خو تایزو کدام خانه آه خو ما بیایی درازه بیتا برادران تقسیم کار او چیز سنتر نواز تبال برف او نشده بید باید نه سبب که منار کارید نکنی لایه منه این دفته بد بیبسم اره بیا پیش برو پیش برو سلام سلام آها کلچک ده کجایا کجای دیز طرف شکی تمیر وایس پوشتی بل هریست کار نشده مورد میخواست فریم اینجا باره پاس گینهش برمیشه نه خب پول باش نزدیک کم منده دیگه خانی سید مسلم خودوره ابا که من خاک پشتانی بوره من خلاص کردی دیگه او تو کجا ماری کجا کجا اون پولچاک یعنی اینجا دیگه خو کم منده دیگه خب برد ببری بال دیگه نه اونو میدونم من دقیقا کجیه همین؟ نه این منخ کار میشه ده موتور آمدی؟ نه خب زباس؟ آه های خدای بزرگ آقیل زیبای سیدارم بیشت تصویر بکشم مقصد ده اینج برف زیادتر من ده دور گیرویش پیتاوش هم زیاده این منه یخه
او شما خوب جای پیدا کردن. گیل آماده، ریگ آماده. ریگ گیله. عجب خوبه دیگه. روی آورم از اینجا خطا میده نمیشد. و نمو موتر که اصلا تما در دیگه. قدر قوچلی میشه دلا اینجا. قدر قوچ جمع سیمینه. کریم و ریگ است اینجا. اره به خدا. اینمی قسمت خیلی خراب بود. دیگه کار اینجا خیلی زیاد بود. تمام شد بخیر لاله؟ تمام شد؟ بلایق تمیز نه؟ آفرین. اره با خدا خیلی زیاده.